سفارشات آماده تا بلا کم کرد. پولشو نداده بود. مردان فری. سلام به همه عزیزایی که دارن این ویدیو رو نگاه میکنن. خیلی خوشحالیم که اینجایی. قراره که خیلی خودمونی با هم دیگه بشینیم گپ بزنیم راجع به این مسیری که تا به امروز من طی کردم. یه معرفی کوچیک بکنم برای کسایی که منو نمیشناسن. من مهسا، 27 سالمه، رشته هنرستان و دانشگاهم هر دو گرافیک بوده و ایشونه برادر محسن هستم، داداش مهسا. خب من اینجا هم که یکی این که راحت‌تر بتونیم با هم گپ بزنیم و اینکه بتونم سوالای شما رو از مهسا بپرسم که یه گفتگویی شکل بگیره. نماینده شماست. قبل از اینکه این کارو شروع کنی چه کارایی انجام میدادی؟ قبل از اینکه این کار رو شروع کنم من خیلی کارهای زیادی رو انجام دادم که همشون هم زیر شاخه هنر بودن، ولی اولین کاری که به صورت رسمی انجام دادم صندوقدار یه بستنی فروشی بودم که اون موقع دانشجو هم بودم و کار دیگه ای نمیتونستم انجام بدم، یعنی گزینه های زیادی نداشتم چون تایمم دست خودم نبود و میتونستم بعد از دانشگاه تازه برم اونجا که حالا کارو شروع کنم. همیشه هم یا کم می آوردم یا زیاد، اصلا تعادل نداشت که من حسابو درست تحویل بدم. خب بگو که بعد از اینکه از اون کار اومدی بیرون چی کار کردی؟ چطوری بود؟ اصلا چند سالت بود اون موقع که این کارا رو شروع کردی؟ تقریبا 18-19 سالم بود، چیزی که حالا یادم میاد. خیلی حافظه خوبی هم خیلی ندارم. حافظه خوبی داری. ولی تقریبا اوایل دانشگاه بود دیگه که دلم میخواست کار کنم، یه درآمدی داشته باشم. از اون طرف دانشگاه میرفتم، ولی از این کار که اومدم بیرون رفتم سراغ کار نمد، یعنی کارهای نمدی درست میکردم، میدوختم. خیلی هم انصافا کارهای خوشگلی بودن و به یه درجات عالی رسیدم توی نمد که خیلی دیگه طرحهای پیشرفته و اینا میزدم و از یه جایی به بعد خب حوصله‌مو سر برد. اونجا بود که رفتم سراغ کارهای ویترای، چون که توی هنرستانم یه سری کار کرده بودم. آره تجربهشو داشتم. یه کارگاه داشتی تو اتاق؟ آره کلی شیشه و رنگای مختلف و اینا. بعد چقدر سختی میکشیدم سر پیدا کردن رنگا، چون یه کوالیتی استفاده میکردم که خیلی خوب بود و خب هر جایی نبود. هر سری با مامان میرفتیم بازار 15 خرداد، زیر پا میذاشتیم تا بالاخره اون رنگا رو من پیدا کنم. بعد حالا جریان این کارم اینجوری بود که من با یه فروشگاه که نه، مغازه هنری کار میکردم که به شدت از من کارامو ارزون میخرید، ولی من خیلی خوشحال بودم. چرا؟ چون که عمده بود. من عمده کار میکردم و برای کسی که اوایل کارشه این خیلی حس باحالیه که تو بتونی کارتو تعداد بالا با یه مغازه‌ای، با یه جایی به اشتراک بذاری. آره خب اون اول کار که درآمد کمتره، آدم بیشتر دنبال اینه که بتونه تعداد کار زیادی رو به یه نفر بفروشه و خب مثلا یه راهی بالاخره، چون اصلا مخاطبی نداری که بخوای تک و توک بفروشی، باید تعداد باشه. بعد دیگه از اونجا بود که جریان اصلی الان من شروع شد که من توی پینترست میگشتم، یه سری طرح‌ها رو میدیدم با خمیرن. یعنی میدونستم متریال اینا خمیریه، ولی اینکه چه خمیریه نمیدونستم و دلم میخواست اون اکسسوریا رو خودم داشته باشم. یعنی خودم مثلا انگشترشو داشته باشم، گردنبندشو داشته باشم، یا اصلا مجسمه‌شو داشته باشم، ولی پیدا نمی‌کردم. توی اینستاگرام، توی مثلا جاهایی که فروشگاه ایرانی میگشتم پیدا نمی‌کردم. گفتم خب چه کاریه، بیا خودت بساز. این تقریبا میشه گفت که این تو خونمونه. ما خانوادگی اینجوریم که یه چیزی رو یا پیداش میکنیم یا پیداش نمی‌کنیم، خودمون میسازیمش با همون چیزایی که دور و برمون پیدا می‌کنیم. دقیقاً. بعد من اونجا بود که گفتم خب من میخوام با خمیر کار کنم. البته به چشم بیزنس و اینا اصلا نگاش نمی‌کردم، فقط اینجوری بودم که میخوام اینو داشته باشم. بعد اونجا بود که من از عمم دستور خمیرچینی رو گرفتم، چون شخصی بود که میدونستم با خمیر کار کرده و تجربهشو داره، که دستورش هم موقع از ایشون گرفتم. خمیرچینی درست کردم، ولی کارهایی که باش میساختم اون جزئیاتی که میخواستم و نداشتن. یعنی مثلا اون طرحهایی که من خودم نگاه میکردم توی پینترست میدیدم اینا خیلی جزئیات دارن، خیلی حرفه‌ای. حالا درسته من اون موقع تواناییش هم نداشتم، ابزارش هم نداشتی ولی متریالش هم نداشتم. خب
مثلا رنگا بعد خوش شدن تغییر پیدا میکرد یا مثلا حتی سایزش کوچیک‌تر میشد. بعد من دیدم که نه خب اینی که اینا دارن خارجی‌ها دارن کار میکنن یه خفن‌تره. آره باید پیداش کنم. افتادم دنبال این که خمیر پلیمری پیدا کنم. تازه اسمش هم به زور پیدا کردم با همه تحقیقاتی که کرده بودم. بعد دیگه خمیر پلیمری اسمش رو متوجه شدم ولی رفتم بازار پیدا نکردم چون که خیلی کمیاب بود. اصلا مثل الان اینجوری در دسترس نبود. البته الان هم واقعا کمیاب محسوب میشه ولی اون موقع دیگه اصلا نبود. بعد من توی سایتی پیداش کردم خمیر پلیمری و یه برند خیلی زاغارت که اسمش دامکاره. اگه میخواید این کار شروع کنید این خمیر رو نخرید. ولی وقتی باش کار کردم بعد از خمیر گل چینی که من کار کرده بودم این خمیر خفنی به حساب می اومد. دیگه اون چی بود؟ زمین خاکی بالاخره در اومده بودی. دقیقاً. بعد که کار کردم دیدم نه این خارجی‌ها یه چیزایی دارن که ما نداریم. ولی فاک پای محسن خورد به پایه چرا اینقدر نزدیکه؟ آره. بعد من خلاصه با متریال آشنا شدم گفتم که این همونیه که من میخواستم. بعد یه سری کارهای خیلی یه سری کارهای خیلی زشت ساختم باش. البته اون موقع قشنگ بودن. خب اون موقع قشنگ بودن با کیفیت بودن. آره یادم من خودم شخصا اولی واقعا فکر میکنم اولین فن همه کارهای تو خودم بودم. زشت بودم به نظره؟ نه واقعا تو اون تایم نبودن. شاید ما چون مثلا ندیده بودیم چیزای بهتر رو تقریبا میشه گفتش که اولای این توی ایران حداقل اولای کار خمیر پلیمری بود. یعنی هنوز اونقدری رشد نکرده بود. به خاطر همین به نظر خوب می اومدن. الان بهشون نگاه می‌کنی یه ذره خنده‌دار شب باشن ولی خب به نظر من واسه اون موقعی که تو شروع کردی بدون آموزش خاصی، یعنی مثلا نه کلاس خاصی نه مثلا هیچ چیز آکادمیکی نبود، یعنی همون جوری بریم ببینیم این چه شکلیه و شروع کرد و دقیقاً. ولی یادمه من همون موقع خیلی خیلی تایم زیادی می‌ذاشت. یعنی مهسا همیشه حالا البته تو راه‌هامون هم متفاوت بود. مهسا بیشتر کارهای هنری می‌کرد، من اون ورزش بیشتر می‌کردم ولی شاید اندازه من که ورزشکار بودم بیشترم وقت می‌ذاشت واسه کارش. آره واقعا خورش بودم میافتادم به جونش. بعد از اینکه حالا من متریال رو شناختم و یکم دستم پر شد، بعد اون موقع هم که من اون خمیر بده رو خریده بودم کل پولی که داشتم رو دادم خریدم. و مامانم من همیشه آدم ساپورتیویه، یعنی چه توی انتخاب رشته چه هر چیزی که بود هم پدرم هم مادرم اینجوری بودن که برو دنبال علاقت. ولی مامانم اینجوری بود که خب نه منطقی نیست که مثلا کل پولتو بدی خمیر بخری. ولی من خیلی پافشاری کردم که نه من میخوام اینو بخرم و خیلی هم یه دنده است. خب محسوب اصولا کاری که میخواد انجام بده رو انجام میده، توجهی نمیکنه بیشتر. بعد دیگه خلاصه این شد شروع مسیر من که اصلا با خمیر چجوری آشنا شدم و چی شد که مثلا به اینجا رسید. چند سال داره میگذره؟ خیلی ساله، اصلا به یادم نیاد که چند ساله. فکر کنم راحت نزدیک حداقل 8-9 سال، شاید هم بیشتر، نمیدونم 8 سال 9 سال. ولی در کل من یادم حتی مثلا مدرسه هم که میرفتم من کارهای مثلا نقاشی و اینا میدادم تو انجام میدادی. یعنی اگه بخوام فعالیت هنری تو بگم تقریبا از وقتی که من یادم میاد تو داشتی یه کاری مربوط به هنر می‌کردی. خب بعد از اون مغازه‌ای که آقاهه که خیلی مفت باز بود، بعد از اون با کسی تونستی همکاری کنی، مثلا پیجی یا مغازه دیگه یا همچین چیزایی؟ من به خیلی پیجا پیام دادم برای همکاری اوایل کارم، یعنی در واقع اوایل حساب نمیشه، یه چیزایی بلد بودم اون موقع و مثلا میشد گفت که میتونم کار کنم. به خیلی پیجا پیام دادم ولی خب قبول نکردن که با هم همکاری کنیم. ریورنج تایم الان میخوام انتقامه. کجایید؟ ولی واقعا شوخی بودی؟ چیز بودم، بچه پررو بودم دیگه، دوست داشتم که کارمو ارتقا بدم. میدونستم که مثلا من الان مخاطبشو ندارم که بخوام تکی تکی کارمو بفروشم.
میفروختم ولی خیلی کم و تک و توک بود. خب اصلا به دیگه عنوان یه مثلا بیزنس نمیشد نگاهش نمی‌شد. کرد. بعد بین همه این پیامایی که من دادم و توی اینستاگرام هی پیگیر بودم، یکی از این فروشگاه که اتفاقا از بهترین فروشگاه‌های تینیجری اون موقع بود، حالا اسمشون رو نمیگم، نمیدونم چرا ولی نمیخوام بگم. آره هنوزم هستن، چند تا شعبه دارن و واقعا از اون چیزای درست حسابی میشه گفتش که حالا اون موقع اونا یه ذره از تو جلوتر بودن ولی یه ذره نه خیلی. نه منظورم از نظر بیزینس خودشون اون موقع اونا هم تقریبا توی پوزیشن شبیه تو بودن، تازه داشتن کارشون رو شروع می‌کردن به صورت حرفه‌ای. ولی مثلا اون موقع یه چیزی، اون موقع اونا یه حالتی بود که مثلا میگفتی فلان چیزمو از فلان جا خریدم. یعنی مثلا واسه تینیجرها یه خفن بود. بعد دیگه الان میشه گفتش که اونا هم همونقدر لول اپ شدن. آره واقعا شعبه دارن. من خودم هر جا هستن خدا حفظشون کنه. شروع مونریم و کمکی کردم. من خودم شخصا یکی از قربانیان اون فروشگاه. من چه کاری که مثلا اون موقع میکرد وایسا هنو نگفتم چجوری سفارش میگیرم. خیلی دل پری داره. اون موقع من شروع کردم کارهای عمده سفارش گرفتن، یعنی اول یه تعداد جزئی سفارش دادن، بعد که راضی بودن گفتن آقا مثلا ما از هر طرح 20 تا 30 تا 50 تا میخوایم. خیلی زیاد بود. بعد من اصلا خوشحال اینجوری بودم که من ناراحت مانی. بعد حالا گردن بند بودن و نیاز به چی داشتن؟ بند. بعد ایشون میشست از شب تا صبح واسه ما بند درست میکرد. به خدا ما همین دستای کارگری. من میشستم واقعا یه بار یادمه قشنگ یه بارشو کامل فکر کنم راحت تا 5 صبح. یعنی من آره منم یادم واقعا داشت خوابم میبرد وسط اون بند درست کردنه داشت خوابم میبرد. ولی خب از اونجایی که حالا مثلا یه حس خانواده مثلا برادر خواهر آره اینا داشتم، واقعا میخواستم کمکش کنم که احساس نکنه تنهاه مثلا توی این راهی که داره میره، یا مثلا فکر نکنه مثلا ما به فکرش نیستیم. به هر حال میخواستم کاری که دست خودم، چون تنها کاری که دست برمیاد همون بود، حداقل کاری که میتونم بکنم و انجام بدم. ولی میگم قشنگ تا 5 صبح مثلا فردا باید سفارش رو میرسوندیم، فردا ساعت 8 باید میرفت پست. ما ساعت 5 صبح هنوز داشتیم بند درست میکردیم. یعنی اصلا نمیدونم هیچ فیدبکی من ندارم که بندا درست بود، مشتری ها راضی بودن و اینا. اصلا راضی بودن چیزی نگو، تا به امروز چیزی نگو. من به خدا صدم همون موقع میذاشتم، یعنی از هیچ کاری دریغ نمیکردم. خب ما برنامه‌مون این بود که طبق سوالا پیش بریم، ولی خب فکر کنم نصف سوالا همینجا تو اون قسمت قبلی رفتش. الان بذار ببینم یه سوالی که باید سلام، وقتت بخیر. برای آنلاین شاپ داشتن چه چیزهایی خیلی مهمه که شاپت پیشرفت کنه و دیده بشه و چه چیزهایی رو باید توی محصولی که عرضه می‌کنی رعایت کنی؟ بچه‌ها اولین چیزی که توی این کار شما باید در نظر بگیرید اینه که باید صبور باشید. خیلی باید صبور باشید. یعنی مثلا مخصوصا بچه‌ای که کار هنری میکنن با یه عشقی میشینن اون کار رو انجام میدن، با خودشون میگن که وای الان اینو بذارم میترکونه، بازار رو قبضه میکنه، مارکت رو دگرگون میکنه، بعد میذاری کلا 10 تا لایک میخوره. خب میشکنه این قلبه و دل سرد میکنه واقعا آدم. حالا واقعا همه کارام همین جوری، حالا نه فقط هنری. آدم وقتی میبینه کارش دیده نمیشه، بیزنسش انگار داره شکست میخوره، دل سرد میشه. اکثرا هم همون اول کاره، یعنی تو میبینی که من تازه شروع کردم همون موقع داره تموم میشه. دقیقاً. ولی خیلی مهمه که این دیده نشدن ها رو جدی نگیرید و همین جوری ادامه بدید. یعنی صبر کن، اینجوری هی تو خودت صبر کن تا بالاخره به یه جایی برسی. یکی از اون پست‌ها دیده میشه و خیلی بهتر میشه. الان که الگوریتم اینستاگرام خیلی تغییر کرده. اون موقع اصلا اینجوری اکسپلور نبود، اکسپلور این شکلی نبود. اصلا اکسپلور من لایک های فالوینگ های خودم بود در واقع دیگه. یعنی تو میرفتی تو اکسپلورت میدیدی که مثلا
بابات عکس همسایه رو لایک کرده، نمیدونم مثلا پسر عمود عکس مثلا رفیقش رو لایک کرده، همچین چیزی بود. آنلاین شاپ اصلا نبود تو اکسپلور، اصلا کسی آنلاین شاپ فروشی نداشت. فکر کنم تو تلگرام بیشتر بود اون موقع. آره چنل تلگرام اون موقع فیلتر نشده بود هنوز. آره اینم نمیدونم بعد میگفتیم ولی اون موقع چون فیلتر نشده بود خیلی راحت تر اکثر مردم توی تلگرام من خودم چنل تلگرام داشتم اول. خیلی راحت تر هم بود فکر میکنم، حداقل اون موقع راحت تر بود. اینستاگرام تقریبا یه جایی بود که مثلا شو آف بود بیشتر، مثلا واسه اینکه مثلا بیرون رفتنا رو مردم داشتن. بیشتر شو آفش بیشتر شد، ولی اون موقع فقط شو آف بود، یعنی هیچ بیزینسی توش نبود. آره دقیقاً همینطوریه. و در کنار صبر بچه‌ها توی این قضیه شما باید خیلی روی محتواتون کار کنید، یعنی محتواتون باید خلاقانه باشه. الان انقدر این محتواها پیشرفته تر شدن که محتوای معمولی شما اصلا به چشم نمیاد دیگه، یعنی کسی اصلا حوصله‌اش نمیگیره 3 ثانیه‌شو حتی ببینه و به خاطر همین از کلاب استفاده کنید، هوک بزنید. بعد حتما باید کیفیت عکس و ویدیوهاتون خوب باشه. این قضیه خیلی مهم برای کار کردن توی مجازی، چون تنها چیزی که اون شخص داره میبینه یه تصویره. اگه اون تصویرم بی کیفیت باشه دیگه خب چیزی نمیمونه. و اینکه شما یه محصول ضعیف رو با یه عکس با کیفیت میتونید خیلی زیاد بفروشید، ولی یه محصول با کیفیت رو با عکسی که کیفیت نداره نمیتونیم واقعا نمیشه. یعنی همینجوری به خودمون هم که نگاه کنیم میبینیم که ما بخوایم خرید کنیم قطعا از پیجی که عکاسی بهتری داره یا دیزاین پیجش بهتره راحت‌تر خرید میکنیم تا یه پیجی که مثلا عکاسیش خوب نباشه. دقیقاً. بریم سوال بعدی ببینیم چی بود. من چقدر تشنه میشه. دوچار چالش بعدی شدم. خمیر فیلمو خیلی گرونه. خمیر که شما باش کار میکنید اگه اشتباه نکنم سرنیته، اونم یه کوچولو برای من هزینه‌اش بالا چون من تازه میخوام شروع کنم. خواستم ببینم شما خمیر دانکار رو پیشنهاد میدی و خمیر نیکا اگه اشتباه نکنم خمیر ایرانیه. خواستم ببینم بین این دو تا کدوم رو پیشنهاد میدی تا من برای اول کارم تهیه کنم و بخرم. برای بچه‌هایی که حالا محسن هم میدونه که دانکار خوب نیست. گفتش اما اولای چیز بود. بچه‌ها اگه اول کارتونه و نمیخواید خیلی هزینه کنید میتونید از خمیر برند نیکا استفاده کنید که ایرانیه و اینکه کیفیتش خیلی از دانکار بهتره و حتی یه مدلش که هست. اون دانکار کجاییه؟ خارجی اون؟ خارجیه ولی نمیدونم کجای خارجی که اینقدر بده. اصلا یه چیز کلیه این یه سری محصولات درجه 1 ایرانی با قیمت خیلی اقتصادی تر بهتر از یه محصول خارجی که حالا تو یکی اینکه مطمئن نیستی اصل باشه، حالا تو زمینه‌های دیگه هم همینطوریه، یا اینکه مثلا نمیدونی اصلا اون کیفیت که تو میخوای داره یا نه. مثلا تو میتونی با یه برند ایرانی استفاده کنی، حداقل اینه که میدونی شرکتش کجاست، میتونی بری دم در شرکتش. آقا من این خمیر چیه این چرا این شکلیه؟ آره ولی مخصوصا مدل اسکالپیکای برند نیکا خیلی خمیر حرفه‌ایه و برای کسایی که میخوان مجسمه سازی کار کنن، یعنی اکسسوری نباشه چون انعطافش پایینه، برای کسایی که میخوان مجسمه کار کنن خب خیلی خمیر مناسبیه و یه چیزی شبیه خمیر اسمش چی بود؟ اسکالپی. شبیه خمیر اسکالپی، اون یه برند آمریکاییه که خیلی هم کیفیتش خوبه و این ایرانی شبیه اونه که خیلی خوبه. و حالا مدلای معمولیش هم که شما برای اکسسوری میتونید استفاده کنید، یکم کمتر دیتیل قبول میکنه ولی همچنان خیلی بهتر از اون خمیر دانکار و امثالشه. بریم ببینیم که خانم صبا چی پرسید. زیبا و مهربان، من یه سوالی داشتم. توی مسیر شغلی که انتخاب کردی دونستن زبان انگلیسی چقدر بهت کمک کرد؟ آیا تأثیری داشت؟ چون احساس می‌کنم که توی خیلی از پست‌ها استفادهش می‌کنی یا یه سری آگاهی‌ها می‌بینم توی پست‌هایی که داری که بدون اون شاید ممکن نمی‌بودن. درسته؟ دقیقاً کاملا درسته. از چه جهت؟ اصلا این که من اسم این خمیر رو فهمیدم خودم پیداش کردم دیگه، یعنی مثلا جایی ندیدم فارسی نوشته باشه خمیر پلیمری و اینو خودم پیداش کردم. طبیعتاً اگه انگلیسی بلد نبودم خیلی دیرتر میرسیدم به این خمیر پلیمری اصلا کلمش. و در کل اصلا برای هر کاری بخوام بهتون بگم
این که شما زبانتون تا یه حدی، زبان انگلیسیتون تا یه حدی خوب باشه خیلی به کارتون میاد. یعنی از چیزی که فکر کنید خیلی بیشتر و واقعا کاربردیه. خب بذار یه سری سوالای از تو کوئسچن باکس که نوشتیم اینجا هم بپرسم ازت. اولین کار تو چند وقت بعد اینکه شروع کردی فروختی؟ اولین کارم حدوداً یک ماه خورده‌ای بعد از شروع کارم بود و اون موقع طرح‌های خیلی، همون طرحی که گفتم خیلی خوب بودن از اونا درست می‌کردم و من موفق شدم از اونا بفروشم. شاید باورتون نشه. بعد اینکه بدترین و بهترین خاطره‌ای که داشتی تو کارت چی بوده؟ اگه می‌خوای بگی. بدترین خاطرمو میتونم بگم چون همیشه جلو چشمه. یه بار توی تلگرام یه دختری به من یه سفارشی داد و 5 تا طرح برای من فرستاد. 5 تا طرح مختلف. من اجراشون کردم. همین اخیراً این قضیه؟ نه این واسه اوایل کارمه. من اجراشون کردم با کلی شوق و ذوق. یه نفر 5 تا به من سفارش داده. بعد رفتم بهش پیام دادم گفتم سفارشات آماده تا بلاکم کرد. پولشو نداده بود. به خدا خیلی غمگینه. لحظه هزاران مرتضی تو. من از اون روز تصمیم گرفتم تا پولو نگرفتم اول سفارش اسکرین شات واریز، بعد هیچ کاری دیگه نمی‌کنم. ولی واقعا بدترین خاطرم. واقعا خب همینطوریه، ما از تو اشتباهاتی که می‌کنیم درس می‌گیریم و خب یه چیز جدیدی اضافه می‌کنیم به خودمون. درس سنگینی بود. هنوز سنگینیش روی شونه‌هامه. ولی خب یاد گرفتی دیگه. آره. خب بهترینم بگو دیگه. بهترین ندارم، خاطرات خوب زیاد دارم، ولی اینکه بگم مثلا یه چیزی بهترینه، شاید بتونم بگم سفارش عمده‌ای که برای اولین بار گرفتم واقعا. مثلا چیزی که من خودم دیدم اینکه بعضی از کسایی که سفارش میدن مثلا عکس پتشون رو میدن، مثلا مجسمه پتشون رو میگن یا مثلا پتشون رو از دست دادن. اون به نظرم یکی از چیزایی که برای من حداقل جذاب بوده همون بوده. واقعا حس جالبی داره. واقعا حس قشنگیه. یعنی اون شخص میاد با خوشحالی میگه که من دوباره اون پتمو حس میکنم کنارم. خیلی حس قشنگیه برای من. خب کارت چجوری بیشتر رشد کرد به نظرت؟ از کجا بود که مثلا یهو احساس کردی که فرق کرده با قبل؟ حقیقتا یهو نبوده هیچ وقت برای من مثلا بگم یهو از یه تایمی به بعد بهتر شد، ولی کلا این که من تونستم اون بیزنس کوچیکو که اصلا بیزنس نمیشد بهش گفت رشدش بدم و مثل یه نهال بزرگش کنم، این بود که به خودم اعتماد داشتم، به خودم و تواناییام اعتماد داشتم. میدونستم که من اگه بخوام این کار رو انجام بدم به صورت تخصصی میتونم. مهم نیست چقدر طول بکشه، ولی من میتونم این کار رو انجام بدم. و هر روز اصلا این حس باعث میشه که من دوباره پیشرفت بکنم و یه جا راکت نمونم. همین که مثلا طرح‌های جدید میدم، هر سری با اینکه دیده نمیشه باز طرح جدید میدم. این به خاطر اینه که اون پشتکاره خیلی مهمه دیگه، اون اعتماد به نفسه، اینکه من میتونم. سرتق بودنه. سرتق. آره واقعا واقعا همینطوریه توی همه زمینه‌ها. نمیدونم توی چه زمینه‌ای فعالیت میکنید و اینا، این پشت کار داشتن، این استمرار داشتن، واقعا بعد از این مدت متوجه میشید که تنها چیزایی که مونده از همون استمرار داشتن است. یعنی اینکه بی انگیزشی و بخوای جا بزنی اصلا هیچ پوینتی توش نیست. کسایی که زود جا میزنن میبینی که فقط میشین از این شاخه به اون شاخه، آخرش هم هیچی، واقعا پوینتی توش نیست. خب من اگه بتونم دستخط تو رو بخونم خیلی خوب میشه. وقتایی که بی انگیزه میشی چیکار میکنی؟ آهنگ سیخ و سنگ. وقتایی که بی انگیزه میشم به کارهایی که میتونم بکنم فکر میکنم، به اون چیزی که میتونم باشم فکر میکنم. یعنی مثلا باید روش خیلی انگیزه شد. نه ولی واقعا وقتایی که بی انگیزه میشم
یه جور مقایسه مفید میکنن. من اسمشو میذارم مقایسه مفید. مقایسه کار خیلی سختیه و اکثر موقع هم درست پیش نمیره. آره. اگه حواست نباشه که یعنی در واقع تو رو فقط با خودت مقایسه کنی، خودتو که بتونی دقیقاً درست ازش نتیجه بگیری. وقتی شما خودتو با یکی دیگه مقایسه میکنی یعنی بهتر از خودت مقایسه میکنی، احتمال 99% بهت احساس کم بودن میده. اعتماد به نفس تو میاره پایین و یه جوری تو رو اصلا میکشه پایین، از اون انرژی که داری هم کم میکنه. ولی من مقایسه مفید میکنم، یعنی به این اشراف دارم که آقا یه نفر اگه از من موفق تر الان، حالا با اون چارچوبایی که من دارم، مثلا من موفقیت اصلا چی میبینم، اگه اون موفق تر از منه خیلی خوبه. چرا؟ چون که اون تونسته اون راهی که تو میخوای بری و چرا من نتونم. و این میشه مقایسه مفید که آقا اگه اون تونسته دمش گرم، نوش جونش. و این یه راهیه که یه آدم رفته، چرا تویی که آدمی نتونی بری؟ من یه چیزی میگفتش که اون وقتی که بهت میگن نمیتونی، اونا در مورد تو صحبت نمیکنن، در مورد خودشون دارن صحبت میکنن. دقیقاً همینطوریه. و وقتایی که بی‌انگیزه میشم، خودمو هم با ورژنای بهتری که میتونم داشته باشم مقایسه میکنم، هم اینجوری هم که ببین این آدم تونسته، چرا تو نتونی؟ و این اصلا میشه انگیزه من. اصلا همین که تو به 1 سال پیشت، به 1 ماه پیش خودت که نگاه کنی، به نظرم میتونه بهت بهترین انگیزه رو بده. تو مثلا نگاه کنی که پارسال داشتی چی کار میکردی، سرگرمیت یا مثلا فکر درگیر چیا بوده. آره امسال اگه میبینی داری بهتر میشی، داره پیشرفت میکنه، این بهترین انگیزه است. به نظرم اصلا وایسادن معنی نداره تو زندگی. مدام باید تلاش کنی و بری جلوتر، چون اصلا پوینت زندگی تو همینه. ما واقعا اومدیم اینجا که همش پیشرفت کنیم. البته که باید از زندگیمون لذت ببریم، از پیشرفتمون لذت ببریم و پیشرفت هم بکنیم. بعضی وقتا هم پسرفت بکنیم ولی مهم نیست. آره مهم نیست. اصلا این خود معنی زندگی همینه، همین بالا و پایینا و این چیزایی که پیش میاد خودش زندگیه. دنبال یه چیز خاصی نباید گشت تو زندگی. دقیقاً. من دارم کم کم پادکست روانشناسی انگیزشی تو باید روش. اگر میخواید که 1 هفته دیگه زندگی از این رو بشه که کانال من رو سابسکرایب کنید. توی دیسکریپشن میذارم جدا از من. اصلا اون صحبت اینجوری نداریم اونجا، فقط انگیزشی کار کنید. نه حالا شاید یه روزی شاید منم یه چنلی واسه این صحبت چی دیگه. تا اینجا اومدیم، اینجا باشم میریم دیگه. خب ببینم دیگه سوال چی داریم، چیکار کنیم پیجمون روش کنه. اینو تقریبا فکر کنم جوابشو دادیم. آره خب دیگه چیز خاصی به نظرم نمونده. حالا اگه این ویدیو رو دیدید و به نظرتون خوب بود یا مثلا یه سوال بیشتری داشتید یا می‌خواستید چیز بیشتری بدونید، که من اینجا هستم که مهسا رو گیر بیارم یه ویدیو دیگه بگیریم که بپرسم. حتما. اگرم دوست نداشتید که اصلا مهم نیست، واقعا فقط دوست داشته باشید. بالاخره وقت گذاشتیم این وقت سال، زحمت کشیدیم توی گرما توی شرجی اومدیم نشستیم اینجا داریم یعنی چی دوست ندارید؟ دوست داشته باشید بفرستید واسه همه دوستاتون، همتون کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. یه زنگوله بزنید اینجا، زنگوله رو بزنید و اینکه ویدیوامون رو دنبال کنید. قطعا اگر که چیز داشته باشه از طرف شما، بازخوردی داشته باشه، ادامه خواهد گفت. اگه نه هم که خب بازم ادامه خواهد داشت. من صرفا من ادامه مثل این که ادامه خواهد داشت در هر صورت. پس سعی کنید دوست داشته باشید. بچه‌ها مرسی که تا اینجای ویدیو رو دیدید. تویی که تا اینجای ویدیو رو دیدید دمت گرم. تو بوس به کلت. مراقب خودتون باشید. خدافظ.